عرض ادب و احترام دارم خدمت هم‌میهنان گرامی و همراهان کانال تا شهیاد. امیدوارم هر جای دنیا هستید پیروز و سربلند باشید. لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید و با لایک ها و کامنت های پرمهرتون امکان داشتن صدای رساتر در جبهه پادشاهی رو بالا ببرید. موضوع مورد گفتگوی امروزمون در مورد جدیت اسرائیل در حمله به جمهوری اسلامی برای سومین بار هست. ولی قبل از اون مایلم مطلبی که نمیدونم نوشته چه کسی هست و به دست من رسیده که در وصف حکومت هچل هفت جمهوری اسلامیه که میتونه یکی از دلایل ضعف داخلی و عدم حمایت مردمی در زمان جنگ احتمالی رو نشون بده براتون بخونم. بنزین و خندیدن دنیا به ما. یکی از اعضای صنف جایگاهداران در پاسخ به توضیح ضریب جمهور پزشکیان پیرامون خرید بنزین این چنین میگه: آقای ضریب جمهور، شما در سخنرانی خود گفتید دنیا به ما میخندد، چرا که بنزین رو میخریم 50 تومن و مثلا میفروشیم 10 تومن. بله، بسیار درست گفتید. دنیا به همه رفتار و کردار و مملکتداری شماها میخندد، چرا که جای دکتر توی بیمارستان است، نه در سیاست. برای اینکه ورزشکار کارش در ورزشگاه است، نه در شورای شهر. برای اینکه ملا کارش در حوزه دینی است، نه در سیاست. حکمرانی نیاز به دانش و فهم سیاسی دارد. مملکتداری، سیاستمداری نیاز دارد که زبان و سیاست دنیا را بفهمد و با سیاست دنیا تعامل داشته باشد. دنیا به شما میخندد برای اینکه 1% جمعیت کل جهان را داریم و 10% منابع کل دنیا که تاکنون کشف شده. اما مردم ما برای زنده ماندن ناچارند کلیه‌هاشون رو بفروشند. دنیا به شما میخندد چون طبق آمار بانک جهانی 12,000% تورم در طول 34 سال گذشته داشتیم. دنیا به شما میخندد چون برق و نفتمان را صادر میکنیم اما پول آن را دریافت نمیکنیم و کارخانه و صنعتمان را تعطیل و ورشکسته میکنیم و بنزین به قول شما لیتر 50,000 تومان وارد میکنیم و در روز بین 15 تا 25 میلیون لیتر بیشترش رو توسط مقامات ارشد دولتی قاچاق میکنیم. دنیا به شما میخندد وقتی یک ناظر در بازار ندارید و با تورم 200% جیب مردم رو خالی میکنید. یعنی کسری بودجه دولت رو با تورم و گرانفروشی از مردم میگیرید. دنیا به سیاستمداران شما میخندد وقتی در عرض 20 سال نیمی از مردم ثروتمندترین کشور جهان رو به زیر خط فقر کشوندید. دنیا به شما میخندد آقای ضریب جمهور. جایگاهداران این قشر زحمتکش مثل مرغی هستند که هم در عزا و هم در عروسی سرشان را میبرند. دنیا به شما میخندد وقتی برای فلان سازمان که هیچ خاصیتی برای کشور ندارد ردیف بودجه تامین می شود، ولی برای آموزش و پرورش کمترین بودجه در ردیف برنامه و بودجه پیش بینی شده است. دنیا به شما می خندد وقتی می بیند که اعضای هیئت دولت شما همان افراد پیر و فرسوده‌ای هستند که مملکت را در طول 40 سال به فقیرترین کشور دنیا تبدیل کردند. آقای ضریب جمهور، دنیا به شما میخندد وقتی میبیند اولین کسی که در جمهوری اسلامی ژن خوب و ژن بد را بر زبان آورد و مردم قهرمان ایران را تحقیر کرد معاون اول رئیس جمهور شده، چون در ایران قحط الرجال است. دنیا به شما میخندد وقتی نخبه هامان را صادر میکنیم و احمقهای مهر به پیشانی را مسئول. آقای ضریب جمهور، دنیا به شما میخندد
وقتی ما بیشترین حمایت را از دو کارخانه دولتی بلای جان مردم ایران خودرو و سایپا میکنیم و فرسوده ترین ناوگان حمل و نقل و پرمصرفترین بنزین جهان و پرخطرترین تولیدات این دو کارخانه را داریم که در روز حدود 25 میلیون لیتر بنزین بیشتر مصرف میکنیم به دلیل بیکیفیتی تولیدات این دو کارخانه. دنیا با صدای بلند به شما میخندد چون پول 4 خودرو با کیفیت و کم مصرف را میدهیم و یک پراید یا پژو بیکیفیت میخریم. آقای ضریب جمهور، شما دولت خنده‌داری هستید که دنیا حق دارد به شما بخندد. این دست‌نوشته ها کاملا نشون دهنده عدم رضایت و حمایت مردم ایران در تمام سطوح از دولت جمهوری اسلامیه که قطعاً این ملت ناراضی هیچ گونه حمایتی از جمهوری اسلامی در قبال جنگ با اسرائیل نخواهند داشت. حالا بریم سر موضوع اصلی برنامه که احتمال بالای حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی برای 3مین بار هست که مشخصاً جمهوری اشغالگر اسلامی این جنگ رو طلبیده. ما هنوز جنگ ساختگی بین ایران و عراق توسط جمهوری اسلامی رو فراموش نمی کنیم. این قسمت دوم همون سریال شوم و ننگینه. قبل از اینکه گزارش‌های جمع‌آوری شده و تحلیل گزارش‌ها رو خدمتتون عرض کنم، مایل هستم بگم که گفته‌های من در این ویدیو صرفاً تحلیلی از گزارش‌های جاری هستش و ما قطعاً با جنگ موافق نیستیم و معتقدیم که جنگ باعث بقای بیشتر جمهوری اشغالگر اسلامی میشه و باور داریم با براندازی سایه جنگ هم از سر کشورمون کنار خواهد رفت و این برنامه صرفاً تحلیل اتفاقات اخیر هست. در تاریخ 9 ژانویه 2025 بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه برای ارزیابی آمادگی ارتش اسرائیل برای احتمال حمله 3 به جمهوری اسلامی تشکیل جلسه داده. منبعش هم رسانه جویش نیوز هستش. به گفته این رسانه سیاست تهاجمی تری از ایالات متحده و دولت آینده ترامپ در مورد جمهوری اسلامی انتظار میره. بر اساس اخبار وزیر امور استراتژیک اسرائیل بعد از دیدار در 10 نوامبر با دونالد ترامپ ظاهراً به این ارزیابی رسیده که رئیس جمهور منتخب امریکا از حمله نیروی هوایی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی حمایت خواهد کرد. ترامپ هم روز سه‌شنبه در پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره حمله آمریکا به جمهوری اسلامی گفته که این یک استراتژی نظامی هست و من به سوال درباره استراتژی نظامی خود پاسخ نمیدم و فقط یک احمق جواب میده. کانال 12 اسرائیل در 22 دسامبر گزارش داده که جمهوری اسلامی از حمله مستقیم اسرائیل به سایت‌های استراتژیک خود در آینده نزدیک میترسه چون آتشبس اسرائیل با حزب الله رو به عنوان هدف آزادسازی دارایی‌های اسرائیل برای تمرکز مستقیم بر جمهوری اسلامی تفسیر کرده. حالا هنوز مشخص نیست که موقعیت تضعیف شده جمهوری اسلامی پس از سقوط رژیم بشار اسد در سوریه جمهوری اسلامی رو به مذاکرات دیپلماتیک برای کم کردن تنش هدایت میکنه یا اون رو به سمت دستیابی به بمب هسته‌ای با انرژی بیشتر سوق میده. با این احوال گروهی در جمهوری اسلامی خواهان افزایش برنامه هسته‌ای هستند. مشاور امنیت ملی ایالات متحده در 22 دسامبر هشدار داد که صداها در ایران علنا میگن که باید بمب هسته‌ای رو بسازند و خطاب به جمهوری اسلامی گفته که اگر الان شاهد این وضعیت هستید که دارید این واقعیت رو میبینید که هم توانایی‌های متعارف شما و هم نیروهای نیابتی شما کاهش پیدا کردن
و دولت مشتری اصلی شما حذف شده، منظور همون بشار اسد هست، اسد سقوط کرده. جای تعجب نیست که صداهایی شنیده میشه. سالیوان به خبرنگاران گفته شاید باید همین الان به دنبال جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای باشیم. و همچنین از طرف دیگه در اسرائیل مقامات ارشد خواستار حمله مجدد به ایران شدند. در 22 دسامبر واینت گزارش داده که مدیر موساد طبق یک گزارشی نماینده تهران در یمن از حملات حوثی‌ها به اسرائیل حمایت کرده. بارنیا استدلال کرده به سراغ ایران برو. اسرائیل سال گذشته 2 بار در 26 اکتبر و 19 آوریل به جمهوری اسلامی حمله کرد که هر 2 بار در تلافی حملات جمهوری اسلامی بود. حمله اول در 13 آوریل اولین بار بود که جمهوری اسلامی به طور مستقیم به خاک اسرائیل حمله کرد. حمله دوم اسرائیل ویرانگرتر و مخربتر از حمله اول در آوریل بود. موشک‌ها 20 سایت رو در ایران مورد هدف قرار دادن و سیستم‌های دفاعی موشکی زمین به هوای S-300 ساخت روسیه رو نابود کردند. قدرت اول پوشالی منطقه. فاکس نیوز در اون زمان به نقل از مشاور دولت بایدن گفته ایران اساساً برهنه است و گزارش داد که حملات اسرائیل جمهوری اسلامی رو در برابر حملات آینده آسیب پذیر کرده. تحلیلگران ماه گذشته به جویش نیوز گفتن که دیکتاتوری اسلامی ایران برای تغییر رژیم آماده است و حمله نظامی اسرائیل میتونه به عقب روندن اون از مرز کمک کنه. تحلیلگر پژوهشی بنیاد دفاع از دموکراسی ها FDD مستقر در واشنگتن به جویش نیوز گفت این یک فرصت طلاییه. تمام این تفاسیر و گزارشات و اخبار بیانگر افزایش تنش‌ها میان اسرائیل و جمهوری اسلامی و احتمال بسیار بالای درگیری نظامیه. تحلیل این وضعیت میتونه بر اساس ارزیابی اقدامات اخیر، موقعیت منطقه‌ای و بین‌المللی و دلایل خطر بالای حمله اسرائیل به ایران باشه. در ادامه کمی مفصل‌تر در موردش گفتگو می‌کنیم. اگر آمادگی نظامی اسرائیل برای حمله سوم رو بخوایم بررسی کنیم، می‌بینیم که بر اساس گزارش‌ها بنیامین نتانیاهو و مقامات نظامی اسرائیل در حال ارزیابی آمادگی ارتش اسرائیل برای حمله سوم به جمهوری اسلامی هستند. این مسئله نشون میده که اسرائیل نه تنها قصد داره حملات قبلی خودش رو ادامه بده، بلکه به دنبال ضربات عمیق‌تر و مخرب‌تریه. از نکات کلیدی در این زمینه میتونیم به حمله‌های قبلی اسرائیل از جمله حملات در آوریل و اکتبر 2024 که نشون داد که اسرائیل توان اینو داره که زیرساخت‌های کلیدی جمهوری اسلامی رو از جمله سیستم‌های دفاعی مانند S-300 رو نابود کنه. این اقدام توان دفاعی جمهوری اسلامی رو به شدت تضعیف کرده. حالا چرا هدف قرار دادن تأسیسات هسته‌ای؟ گرچه به طور مشخص به این موضوع اشاره نشده تا الان، اما هدف اصلی اسرائیل جلوگیری از پیشرفت هسته‌ای جمهوری اسلامی و آماده سازی برای حمله سوم ممکنه در این راستا و در این هدف باشه. از طرف دیگه تغییر سیاست ایالات متحده با ورود ترامپ میتونه بسیار موثر باشه، چون کارشناسا با ورود دونالد ترامپ به قدرت در ایالات متحده سیاست سختگیرانه تری علیه جمهوری اسلامی رو پیش بینی میکنن. به این دلیل که وزیر امور استراتژیک اسرائیل پس از دیدار با دونالد ترامپ اعلام کرده که رئیس جمهور منتخب احتمالاً از حمله هوایی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی حمایت خواهد کرد. احتمال حمله مستقیم آمریکا هم وجود داره، چون سخنان ترامپ در مورد عدم افشای استراتژی نظامی
نشون دهنده اینه که حمله آمریکا به ایران نیز به عنوان گزینه جدی روی میزه. حالا اگر بخوایم وضعیت جمهوری اسلامی رو کمی بررسی کنیم، میبینیم که دچار ضعف‌های فراوان داخلی و منطقه‌ای و بین المللی هستش. جمهوری اسلامی در شرایط پیچیده‌ای قرار داره که همون لبه پرتگاهه که میتونه خطر حمله اسرائیل رو افزایش بده. توان جمهوری اسلامی در منطقه به شدت تضعیف شده. سقوط رژیم اسد در سوریه و از بین رفتن قدرت نیروهای نیابتی مثل حزب الله و حوثی‌ها باعث شده تا جمهوری اسلامی از نظر توان متعارف نظامی در موقعیت ضعف و نابودی قرار بگیره. از طرف دیگه هم فشارهای داخلی، نارضایتی همه مردم ایران به جز اون دسته که به بدنه نظام چسبیدن و مثل زالو از خون ملت ایران تغذیه میکنن و مشکلات اقتصادی هم ظرفیت جمهوری اسلامی رو برای مقابله با حملات خارجی به طرز قابل توجهی کاهش داده. چون با این حجم از نارضایتی که مردم میخوان سر به تن این حکومت نمونه، یعنی نمیرن در مقابل حملات و جنگ با یک کشور دیگه پشت جمهوری اسلامی بایستن و ازش دفاع کنن، بلکه دنبال راه و کمکی هستن که این حکومت هر چه زودتر ساقط بشه. حالا یه سری اختلاف هم در درون خود دولت جمهوری اسلامی وجود داره و واکنش‌های متفاوتی به این موضوع دارن. برخی مقامات خواستار مذاکره مستقیم با ترامپ هستن. اینجاست که باید بگیم ترس برادر مرگه. در حالی که دیگران برای افزایش توان هسته‌ای تاکید دارن. این تضاد در تصمیم گیری میتونه موقعیت جمهوری اسلامی رو در برابر حمله اسرائیل و آمریکا تضعیف کنه. حالا ببینیم چه پیامدهایی حمله سوم اسرائیل میتونه داشته باشه. نابودی زیرساخت‌های کلیدی میتونه یکیش باشه. حمله سوم میتونه تأسیسات هسته‌ای و زیرساخت‌های نظامی ایران رو هدف قرار بده و این تازه میتونه شروعی باشه برای حملات بعدی. تشدید تنش‌های منطقه‌ای هم میتونه به دنبال داشته باشه. چنین حمله‌ای میتونه به گسترش جنگ در منطقه هم منجر بشه، به ویژه با واکنش‌های احتمالی بقایای نیروهای نیابتی جمهوری اشغالگر اسلامی مثل حزب الله و حوثی‌ها. البته اگه تا اون موقع از دست پجرها در امان مونده باشن. اینجا تغییر معادلات قدرت داره انجام میشه، چون تحلیلگران اشاره کردن که حملات اسرائیل میتونه به تسریع تغییر رژیم در ایران کمک کنه. این ارزیابی شاید خوشبینانه باشه، اما بیانگر دیدگاه اسرائیل درباره فرصت‌های استراتژیک در شرایط فعلی جمهوری اسلامی. بنابراین احتمال درصد بالایی از حمله قطعی اسرائیل به جمهوری اسلامی وجود داره و با توجه به اطلاعات موجود خطر حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی بسیار جدیه. دلایل این خطر هم از این قراره: افزایش آمادگی نظامی اسرائیل، چون اسرائیل نه تنها توان نظامی بالایی داره بلکه حمایت آمریکا چه مستقیم و چه غیر مستقیم رو نیز به همراه داره. همچنین کاهش قدرت جمهوری اسلامی، ضعف داخلی و منطقه‌ای و بین المللی که این کشور رو برای هدفی آسانتر برای حملات اسرائیل تبدیل میکنه. اینجا یک فشار زمانی هم وجود داره. اسرائیل ممکن احساس کنه که برای جلوگیری از پیشرفت هسته‌ای ایران زمان محدودی در اختیار داره و باید به سرعت اقدام کنه. مجموعه‌ای از این عوامل که در موردشون صحبت کردیم و نام برده شد باعث شده تا خطر حمله قطعی اسرائیل به ایران به شدت افزایش پیدا کنه. اسرائیل برای حمله به زیرساخت‌ها به ویژه تأسیسات هسته‌ای آماده است و حمایت دولت ترامپ هم
این برنامه ها رو میتونه تقویت کنه در چنین شرایطی. جمهوری اسلامی باید به سرعت یا برای دفاع از خودش آماده بشه، البته با اون حلبی ها و آبگرم کن هایی که در دسترس داره آمادگی فرار رو باید داشته باشه و استراتژی فرار برقرار رو باید ترجیح بده، یا از طریق دیپلماسی بتونه تنش ها رو کاهش بده و به حداقل برسونه. حالا در این مدت طبق نوشته روزنامه ها، مخصوصا روزنامه تایمز، علی لاریجانی با پروازهای محرمانه و مخفیانه از در پشتی چندین بار برای دیدار با مقامات ارشد روسیه در رفت آمد بوده و دلیل این رفت آمدها ترس از فروپاشی و حمله نظامی اسرائیل. این در حالیه که خود روسیه در باتلاق اوکراین گیر افتاده و امیدوار به ورود ترامپ به ماجرای اوکراینه و تاریخ نشون داده روسیه همیشه سیاستاش در قبال همه کشورها از گذشته تا به حال خیانت به همپیمانانش بوده. جمهوری اسلامی ثابت کرده همیشه برای بقا به دنبال جنگ افروزیه و برای جلوگیری از سایه جنگ و بقای بیشتر این نظام فاسد ملت باید آزادی رو با دستان خودشون به دست بیارن. همراهان عزیز کانال تا شهیاد، بسیار سپاسگزارم که تا این لحظه با ما بودید و همچنان با لایک ها و کامنت ها و سابسکرایباتون حمایت خودتون رو از ما داشته باشید و کانال ما رو به دوستان و اطرافیانتون هم معرفی کنید. تا گفتگوی بعدی در روزهای آتی به همگی شما بدرود میگم. پاینده ایران جاوید شاه.